سلام دوستان محترم، دکتر موسی داوری هستم از دنمارک. یک بار دیگه امشب با یک ویدیوی جدید در مورد سنگ‌های گرده، اعراض علائمش، تشخیص ازی به واسطه رادیولوژی و همچنان طرق تداوی ازی در خدمت شما هستم. امیدوار هستم با ما یک جا این ویدیو را یا این ویدیو لکچر را یک جا تماشا کنیم. من حال و لکچر خود به شکل پرزنتیشن تقدیم شما خواهد کردم. امیدوار هستم اگر خوش شما آمد، اگر ای که از این چیزی آموختین با دوستان، با همسنفیان، با کسایی که میخواین شریک بسازین، شریکش. سنگ‌های گرده. سنگ‌های گرده عبارت از رسوبات منرالی در داخل گرده ها است. این در هر سن و در هر سال امکان به وجود آمدن داره، خاصتا در بین سن 30 تا 60 زیادتر دیده میشه. نزد مردا 3 بار زیادتر نسبت به زنها از نظر وقوعاتش است. تقریبا یکی از 10 شخصی که در طول حیات خود میتونه سنگ گرده را تجربه کنند. از نظر اپیدمیولوژی در ساحاتی که گرم هستند در اینجا زیادتر دیده میشه. همچنین عادات غذایی و ریسک‌هایی که در تشکیل سنگ رول داره نیز در به وجود آمدن سنگ نزد مریضا مهم هستند. بعضی حالات هستند از نظر ژنتیک کسایی هستند که در شکل فامیلی اونا سنگ ساز هستند. ریسک‌هایی که به وجود آمدن سنگ پیش مریضا زیاد میکنه عبارت از بی حرکتی است که به خصوص مریضایی که اگر پاراپلژیک باشه یا ای که مریضایی که در بستر هستن و حرکت کم دارن، اونا زیادتر به این ریسک سنگسازی زیادتر پیش از اونها این ریسک موجود است. همچنین امراض میتابولیک، کسایی که مشکلات در نمک ها دارن، مثلا پارا تایرویدیسم دارن، کسایی که از نظر ولادی مشکل طرق بولی پیششان موجود است، یا ای که مثلا سوی شکل گرده ها، سوی به وجود آمدن مثلا گرده هایی که اصلا که از یکدیگر جدا نشدن از به شکل هارسشو قرار داره، گرده هایی که با 2 مجرای خروجی دارن، گرده هایی که اگر مجراهایشان ستنوتیک هستند، پیش از اینا اکثرا زیادتر سنگ ها دیده میشه. بعضی سنگ ها به صورت خود به خودی طرح میشه و نیاز و ضرورت به دکتر نه. اما وقتی که سنگ بزرگ شد، امکان به وجود آمدن اعراض و علائم پیش مریض میشه، در صورتی که اگر بندش در طرق ادرار به وجود بیاد. در این صورت مریض باید به دکتر مراجعه کنه و فوراً مراجعه کنه، زیرا اگر تعلل کنه امکان از این است که گرده مریض دچار سوی شکل مشکلات وظیفه‌ای شه و در نهایت گرده خود مریض از دست بده به خاطر بندش و سبب استنوز یا بندشی که از سنگ به وجود. بر تداوی سنگ ها ضرور است که ما موقعیت و اندازه سنگ بدانیم و نظر به او پلان تداوی مریض گرفته. سنگ گرده چه قسم به وجود میاد؟ قراره که میدانیم گرده ها 2 ارگان هستند که در عقب در نزدیک کمر ما قرار دارند و مسئول کنترل و اطراح آب و نمکیات و پاکسازی وجود از مواد فاضله و مضر منحل در آب است که از میتابولیسم وجود ما منشأ میگیره. سنگ‌های گرده عبارت از رسوبات سخت شده نمک‌ها و مواد اطرایی است که در گرده اینا ترسب میکنه و سنگ میسازه. سنگ‌ها میتونه شکل و اندازه‌های مختلف داشته باشه، از یک دانه ماش گرفته الی چندین سانتی متر و اشکال مختلف میتونه به وجود بیاد. از نظر ترکیبات 4 نوع ترکیبات اصلی در سنگ‌ها موجود است. سنگ‌های یورات که از سبب ازدیاد زیاد آب، یعنی در حقیقت غلظت ادرار به وجود میاد. کسایی که اکثرا عرق زیاد میکنن و اسهالات مزمن داره یا ای که غذای پروتئینی زیادتر میگیرن، پیش از اینا سنگ‌های یورات به وجود میاد. این سنگ‌ها تقریبا 5 الی 8% از عموم سنگ‌ها را تشکیل میده و کثافتشون بین 100 تا 200 هاونسفیلد یونیت یا واحد کثافت. سنگ نوع دوم کلسیم اکسالات و یا کلسیم فسفات است. این سنگ‌ها تقریبا 75 تا 80% عموم سنگ‌ها را پیش مریضا تشکیل میده. اینا از باعث بلند رفتن اکسالات در ادرار
که اکسالات عبارت از ماده اکثرا در تمام غذاها موجود است، به صورت عموم در غذاهای مانند پالک، چاکلیت و یا که بادام. در اوج اکسالات زیادتر است. کسایی که زیاد از این غذا نوش جان میکنن امکان ازی است که سنگ‌های کثافت کلسیم اکسالات بهشان به وجود بیاد. کثافت این سنگ‌ها بین 400 تا 600 همسفل دیونت. سنگ نوع سومش عبارت از سنگ سولفیت است و سنگ‌هایی است که عبارت از سنگ‌هایی که از تراکم منرال ها در نزد کسایی که التهابات مزمن مجاری ادرار داره اونا تأسیس میده. در حدود 15% عموم سنگ‌ها را تشکیل میده. از نظر دنسیتی یا کثافت خود میتونه متفاوت باشه. این سنگ‌های سولفیت میتونه به زودی بزرگ شوند. سنگ نوع چهارم عبارت از سنگ سیستین است و این نوع سنگ‌ها از سبب به وجود آمدن یا مقدار زیاد امینو اسید سیستین در ادرار است. کریستال های ازی ترسب میکنه و این سنگ‌ها را به وجود میاره. این سنگ‌ها از نظر کثافت خود نیز متفاوت است و صورت اون 1 الی 2% از عموم سنگ‌ها را تشکیل. نزد کسایی که اکثرا دواها را مانند دواهای آنتی وایرال مانند ایندینویر مثلا پیش کسایی که HIV هستند و یا کسایی که به شکل دوامدار یا مقدار زیاد و دوامدار اسیکلوویر به خاطر یک آفت ویروسی میگیره، پیش از اونها هم یک نوع دیگه سنگ به وجود میاد که از نظر کثافت پایان است و این سنگ ها به نام سنگ های دوایی یا بعضا به خاطر که زیادتر نزد مریضای HIV به وجود میاد حتی به نام ایندینویر ستونز نیز یاد. این از نظر ترکیبات سنگ ها است که ترکیبات سنگ ها برای ما ایره میته که چی نوع سنگ با کدام کثافت و چه قسم میتونیم با کدام pH تداوی دوایی خود از این معلومات از این ما استفاده. اعراض علائم کسایی که سنگ دارن. سنگ‌های کوچک اکثرا اعراض نمیتونه واسط خود به خودی ادرا میشه. سنگ‌هایی که بزرگ شوند وقتی بندش سبب شود عبارت از اعراض را به تشکیل میده که عبارت از ایلستیک دی پایان نشته. پیش مریضا ایستنسی به وجود میاد. مریض میخواد برد تشناب و میخواد ادرار کنه، اما هر باری که میره مقدار کم ادرار میکنه و دفعات زیاد تشناب رفتن پیش مریض میتونه سبب درد و سوزش در هنگام ادرار شود و درد به شکلی است که دردهایی است که انتشاری است نزد مردها به خصوصیه و نزد زنها و ناحیه پوبیک انتشار میکنه. میتونه که خون در ادرارشان دیده شود و همچنان خون میتونه میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک باشه. مریضا میتونه که با یک لوحه سپسیس که توهم با تب لرزه و استفراغ و دلبدی و بلند بردن یعنی همزمان با درد در جرات پیشان بلند است با این لوحه مراجعه کنه. میتونه ادرارشان غبارآلود و همچنان بویناک باشه. این سنگ هایی است که از مریضا کشیده شده و این سنگ که در اینجا میبینیم عبارت از سنگ های پارچه شده است که توسط لیزر و یا ای که شاکویو توطئه شده و کشیده شده. معاینات تشخیصی برای سنگ ها. بر علاوه معاینات ادرار و معاینات خون، معاینات را ما ضرورت داریم و نیاز داریم تا بتانیم با خوبی سیستم بولی را ببینیم. این معاینات قرار ذیل است. اول معاینه اولتراساوند است. معاینه اولتراساوند عبارت از او معاینه است که ما در مریضایی که با سنگ مشکوک هستیم ما بخوایم ببینیم که گرده ها چی شکل داره، چی اندازه داره، آیا تحت کدام فشار از سبب بندش هستن یا نه، آیا مشکل که سنگ است پیش از قابل دید است یا نه. اکثرا سنگ ها در اولتراساوند قابل دید نمی باشه، بلکه اولتراساوند برای ما معلومات زیاد داره در مورد مجاری داخل و خارجی گرده میده. یعنی که بفهمیم که آیا مریض ما پیشش یک هایدرونفروز و هایدروریتر پیش موجود است. معاینه بعدی عبارت از معاینه سی تی اسکن گرده و مجاری ادرار است. خب در معاینه اولتراساوند چی می‌بینیم؟ در معاینه اولتراساوند برای ما مهم است که ببینیم گرده ها چی شکل داره، چه اندازه ایش است، آیا گرده زیر فشار است، آیا از نظر پرانشم گرده کوچک شده و فواصل بین ساحات جمع کننده یا کلکتینگ سیستم زیاد شده و هایدرونفروز پیش مریض موجود است یا نه. آیا امکان داره که ما کدام سنگ یا کلسیفیکیشن را در اینجا ببینیم در گرده یا نه. در مریضی که نشان میدیم عبارت از یک کلسیفیکیشن کوچک میبینیم که توسط دوپلر ما ساحه را دوباره پس به شکل توینکل آرتفکت میبینیم.
توینکل آرتفکت نشان دهنده دنسیتی بلند یا کلسیفیکیشن است در ریجن. این امکان داره که جسمی که ما میبینیم عبارت از یک سنگ باشه یا یکی یک پاپیل کلسیفیکیشن نیست به این شکل میتونه باشه. یعنی فرقش در اولتراساوند خیلی جات نمیشه. در دو مریض پایان میبینیم در دو شکل پایانی که نشان دادیم. در اینجا دیده میشه که مثانه مریض است و در خلف مثانه حالب قرار داره. در بین حالب کلسیفیکیشن ها را به این شکل میبینیم و نظر به توینکل آرتفکتش میگیم که این یک کلسیفیکیشن یا سنگ است که در داخل حالب قرار داره و سبب بندش حالب شده و سبب رویت کشیدن حالب شده. حالب نمیتونیم ما به صورت نرمال اگر چیز دیش نباشه به این شکل نمیتونیم ببینیم. این هم یک نمونه دیگه از توینکل آرتفکت. در سابق ما از اکسری استفاده میکردیم به خاطر دیدن سنگ‌های گرده، سنگ‌های مثانه و همچنان سنگ‌های حالب. حتما باید سنگ خیلی دنسیتیش بلند باشه که ما ببینیم. حالا به خاطر از اینکه این معاینه غیر وصفی است و نمیتونه فرق کنه سنگ مثلا از فیلیبولیت ها در ناحیه حوصله. فیلیبولیت عبارت از سنگ‌های یا کلسیفیکیشن های سیستم وریدی یا وریدای کوچکی که در اطراف حوصله قرار داره. نزد مردا و زنا زیادتر در نزد زنا هست که می باشه و در اینجا نمیتونیم ما فرق کنیم که سنگ است و یا اینکه کلسیفیکیشن وریدی است یا فیلیبولیت. نمونه دیگه اولتراساوند نشان دهنده از این است که مریضه که ما که گرده از اینا هست امکان دارد نظر سایز گردهش نرمال باشه یک اندازه، فرانسی هم کوچک شده و دویی که پیش مریض یک هایدرونفروز تشکیل کرده، همچنان قسمت پراکسیمال همی یوریتر یا قالب از این هم بزرگ شده و در قسمت پراکسیمال از این ما یک خیال هایپر ایکویک میبینیم که در عقبش یک سایه هایپو ایکویک قرار داره که نشان دهنده دنسیتی بلند یا کثافت بلندی از این جسم است که در داخل قالب قرار داره که به احتمال اغلب عبارت از سنگ میباشه. نزد مریض که دیگه ما عبارت از یک هایدرونفروز تأسس کرده، هایدرویوریتر است. از نظر پرانچیم گرده داره، پرانچیمش نرمال است و در قسمت پراکسیمال یوریتر مریض یک هایپر ایکویک خیال دیده میشه که با یک سایه کمتر. هایپو ایکویک ما میتونیم بفهمیم که یک جسم با دنسیتی بلند است که نمیگذاره تا امواج صوتی از این بگذره و به شکل یک خیال سایه دیده میشه. این مریضه که ما هم نیاز به این داره که یا این سنگ به شکل از طریق داخل انترالومینال کشیده شود یا ای که ما گرده این مریض بیچاره را اگر بتونیم به یک شکلی از فشار برهانیم. در سی تی اسکن گرده ها باید وقتی که به سنگ مشکوک باشیم باید فقط اگر سنگ باشه هدف ما فقط ما میتونیم با یک سی تی بدون کانترست این معاینه را اجرا کنیم. همچنان کسایی که مشکل گرده دارن و نه از نظر وظیفوی گرده از اینا نمیتونن کانترست اجرا کنه، پیش از اونها هم میتونیم سی تی بدون کانترست اجرا کنیم. در غیر از او در صورتی که اگر مریض ما به خصوص اگر خون قابل دید یا ماکروسکوپ کیماتری باشه در اینجا ما نمیتونیم فقط به سنگ تنها اشتباه کنیم. اینجا در صورتی که پیش مریض یک ماکروسکوپ کیماتری باشه باید سیستم طرق بولی به صورت از شروع الی اخیر با و بدون کانترست در مرحله وینوس یا وریدی و همچنان در مرحله اطراحی قابل رویت شود تا ای که از مشکلات سلیم و خبیثی که در اینجا پیش مریضا میتونه موجود باشن ما خود از او با خبر بسازیم و ببینیم و اونا رو یا رد کنیم یا ای که پیدا کنیم علتشن. سنگ هایی که با کثافت بالا در سی تی دریافت میشه باید اونا را شکلش، موقعیتش، کثافتش و همچنان اگر اختلاط موجود بود او را نیز راپور بدیم و بگوییم که در کجا چه قسم قرار داره. همچنان سی تی معلومات در مورد پلان تداوی برای مریض برای ما زیادتر به دسترس ما قرار میده و به این رقم سی تی خیلی کمک کننده هست. در صورتی که سنگ ها از سبب به وجود آمدن مثلا اندیناویرس که سنگ هایی است که کثافتش پایان است در اون صورت ضرورت داریم تا ما سی تی خود با کانترست یک جا کنیم و سی تی با کانترست پیش این مریض ها انجام بدیم. فقط در اوجا هدف ما دیدن ساحه‌ای که کانترست او نرسیده عبارت از سنگ است، کثافتش پایین تر از اون می باشه.
یک نمونه مثال CT گرده بدون کانترست نزد دو مریض اول که در قسمت راست قرار داره، گرده چپی مریض هایدرونفروتیک است، همچنان حالب چپ مریض هایدروریتر داره. در قسمت دستل حالب میبینیم یک خیال هایپردنس دیده میشه که عبارت از سنگ است و علت بندش تشکیل میده. پیش از این مریض اگر ما ایره به شکل ارتروسکوپیک بکشیم کار آسان تر است. در غیر از او امکان کمک و از است که فشار گرده را به واسطه یک نفروستومی به شکل پرکوتان کمک کنیم. مریضه که دوم ما عبارت از اینا هم هایدرونفروز داره به شکل هایدرونفروز درجه 2. پیش از این مریض در وجود 3-4 است. هایدرونفروز درجه 2 یا مایلد هایدرونفروز و همچنان در قسمت پراکسیمال هایدروریتر داره و علتش هم عبارت از یک سنگ است که در اینجا قرار داره در قسمت بالاتر از شریان ایلیاک طرف چپ. و نظر به CT ما میتونیم به صورت خوب پلان خود بسنجیم که آیا سنگ قابل اطراح هست، آیا سنگ باید به شکل مکانیکی بکشیم و یا ای که آیا گرده مریض از کدام طریق و چی شکل بخوایم کمک کنیم تا او را باز کنیم. در صورتی که ما نرسیم به دکتر و یا ای که به هر علتی که باشه اگر سنگ تداوی درست نشه امکان از دست رفتن وظیفه و خود گرده طرف معوف است. در اینجا یک مریض میبینیم که یک سنگ در قسمت پراکسیمال حالب طرف چپش قرار داره. گرده چپ بیچاره مریض بیچاره ما از کار باز مانده، از نظر اندازه خرد شده و به اصطلاح تکمش کرده یا خرد شده یا پوچ شده. در اینجا علتش همو ابسترکشن است و این نوع نفروپاتی رو به نام ابسترکتیو نفروپاتی میگن که ما تا CT خوب میبینیم. تداوی سنگ‌های گرده اگر ما به این چارت متوجه شویم میبینیم که در صورتی که مریض ما سمتوم داشته باشه در این صورت CT نان کانترست پیششان باید اجرا شود. یک حالت است که اگر مریض ما حامله باشه، خصوصا کسایی که حامله هستند پیششان هایدرونفروز هستند موجود است، اما علت از او فرق میکنه. علت هایدرونفروز پیش زنان حامله عبارت از یک اکسترا اورترال پرشر است که از سبب خود رحم یا ای که فشار طفل به وجود میاد. فقط در صورتی که اونا اوروسپسیس داشته باشن اون را میتونیم توسط دیکامپرشن یعنی اکسترا میتونیم از خارج توسط یک نفروستومی کمک کنیم. خب میبینیم مریض ما در صورتی که اگر سنگ برش مشکوک باشیم و استدباب CT رو داشته باشه باید نان کانترست CT پیش اجرا شود، دردش توسط دوای درد کنترل شود. اگر اوروسپسیس پیشش تأسس کرده بود باید به صورت آنی گرده طرف معوف ما باید از نظر فشار باید او را فشارش ریلیز کنیم یا دیکامپرس کنیم توسط دابل جی استنت یا دابل جی کاتتر و یا یکی اگر اون امکان نداره به خاطر وضعیت مریض یا مشکلات دیگه که هست یک نفروستومی برش بگذاریم. و با تعقیب بعدی باز یورولوگ میتونه ایره مراحل بعدی تداوی که عبارت از علتش است و یا کشیدن سنگ است و یا به هر شکلی که باشه مرحله بعدی تداوی را پیش ببریم. اگر سنگ ما از 10 میلیمتر کرده کوچک است در این صورت فقط مریض ابزرو میکنیم، مریض تداوی سیمپتوماتیک میکنیم، الفا بلاکر میتیم تا سبب استرخای انساج ملسا شود. همچنان از نظر CT میبینیم که کدام نوع سنگ پیشان موجود است و نظر به نوعیت سنگ امکان از این است که آیا ما را بتانیم توسط تغییرات در pH قابل حل بسازیم یا نه. اگر سنگ از بین رفت بعد از او باز قدم بعدی تداوی نزد یورولوژ است که عبارت از به وجود آمدن یعنی عبارت از ارزیابی از این است که چرا سنگ به وجود می آمده نزد این مریض. آیا این کدام علت دیگه داشته، مثلا علت مشکلات ولادی که مشکلات داخل رحمی یا مثلا سوی تشکلات سیستم بولی. در اون صورت کار یورولوژ است. در صورتی که سنگ بزرگ باشه از 10 میلیمتر یا از 1 سانتی بزرگ باشه امکان اطراحش به شکل خود به خودی خیلی کم است. به این خاطر یورولوژیک اینترونشن یا اینترونشن یورولوگ برای ما خیلی مهم است. یک باید اجرا شود پیش از او یا به شکل شاک ویو تراپی که از طریق یک نفروستومی را داخل میکنن گرده را و میکشن سنگ و توته میکنن سنگ که مثلا در اینجا عبارت از نشان دهنده از است که نفروستومی پیش مریض گذاشته شده. از طریق کانال نفروستومی نفروسکوپ بزرگتر داخل میشه و در اینجا شاک ویو یا لیزر سنگ میشکنه و توسط
سکشن دوباره قسمت های شکستگی یا کشیده پس دوباره کشیده میشه. یا ای که اگر سنگ در سیستم خارج از گرده موجود باشه و کشیدنش از طریق نفرستومی امکانش نباشه، ما از طریق یوریتروسکوپ میتونیم داخل شویم و سنگ با لیزر همونجا از بین ببریم یا ای که بکشیم. ای بود یک لکچر کوتاه در مورد تداوی سنگ ها، در مورد نوعیت سنگ ها، در مورد از اینکه چطور ما میتونیم این رو تشخیص کنیم. اگر برای شما این معلومات مؤثر واقع شد، شما میتونین این را با دوستایتان شریک کنین، میتونین چینل ما را سابسکرایب کنین تا بتونیم از این معلومات بهتر و خوبتر براتان تهیه کنیم. و هدف من هم این است تا بتانم به لسان عادی برای همگی کسایی که انگلیسی بلد نیستن هم بتانم معلومات مؤثر و جدید در خدمت شما قرار بدم. تا با دیدار بعد، وقت شما خوش و شب و روز شما بخیر. خداحافظ.